برنامه خبری رو از دفتر مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما میکنیم. شالو گلخوجه هستم. سلام و نخست میبینیم که امروز 23 سپتامبر اطراف کدام موضوعها صحبت خواهیم داشت. مادری سرباز باور ندارد که پسرش 40 روز پیش از انجام خدمت خودکشی کرده است. من گفت اوی جان گفت رفسودیم. من نمیخیل کمک موند. گفته که خود من با گپ زدگی شمید. دادگاهی سوریک سوکینی نویه را با ҷурми به خودکشی расонидани ҳамсар و کودکانش 5 سال از آزادی محروم کرد. ما که دوست شده مهتاب شب می شود و یا چی گونه آرزوهای دهقان بچه‌های دهات در شهر جمعه عمل نمی پوشد. همسالم خیلی نخوندن سوداگرم صاحبی کار صاحبی زن فرزند. تا آغاز موسم دعوت تیرمایی یک هفته دیگر باقی مانده است. تعدادی از جوانان سن دعوت تا حالا از خدمت در صف نیروهای مسلح خودداری میکنند. یکی از سبب‌های اصلی پرهیز را همان وجود بدرفتاری سربازان سابقه‌دار و افسران با سربازان نوآمده میدانند. گاه چنین مناسبت به مرگ سربازان و یا برای یک عمر معیوب ماندن آنها باعث می شود. مادری یکی از سربازان هلاک شده که همگی یک ماه پیش پسرش را دفن کرد باور ندارد که او خودکشی نموده است. زرانگیز نوروشو و شادمانیتی گزارش میدهند. این مادر برای آگاه شدن از جزئیات مرگ فرزند سربازش از شهر اسفره به دوشنبه آمده است. به گفته مونیسا خان تقایوا با گذشت قریب یک ماه از مرگ پسرش مقامات هنوز برایش سبب مرگ او را به طور رسمی و روشن شرح ندادند. جسد هدیت الله علیزاده سرباز 21 ساله وزارت دفاع تاجیکستان را روز 21 آگوست به والدان در دهه چارکوه اسفره سپردند. مقامات به والدان گفتند که گویا هدیت الله با یراق یا تشویشان خودکشی کرده است، اما مادر به این فرضیه باور ندارد. مادر میگوید با پسرش چند هفته پیش از مرگش تلفنی صحبت داشت و او خوشحال بود. او میبایست بعد از 40 روز خدمت عسکری را انجام داده به خانه برگردد. من گفتم پسرم من غولینگ قاق کرده آوردم. گفتم خانه به آوردگی برای تو. من توی نگاه کر استودیم ورینی پختم. خیلی اون چیزی که خیلی مادر برای فرزند چی گپ میزنه چیزی میگوید خیلی هر دومون مبینمون رازگوار گپ زدم. بعد گفت که من گفت اوی جان گفت رفسودیم. من نمیخیل کمک موند. گفته که خیلی من با گپ زدگی شمید. هدیت الله تقایف ماه نوامبر سال 2017 بعد بازگشت از مهاجرت داوطلبانه به صف ارتش پیوست. به گفته مادر پسرش در زندگی روزهای مشکلی را پس سر کرد، اما در هر شرایط به سختی ها طاقت میکرد. خیلی کند همه نابالغش به میکند. وریمی که ما جدایم نوجدایت یگان کار با یا سخت یگان او در میشد زندگی با مکتب میونه به خوندنش با روزی صبح واسکریسینی با عرابه کشتنش با هر یکی کاری خودش به پلان میکشد. چهارم صنف علاقه این مال بیزنس میکند. در معلوماتنامه وزارت تندرستی گفته شده است که هدیت الله از زخم تیر به کاسه‌خانه سر و در حدود قسم حربی 06870 فوتیده است. مسئولین وزارت مدافعه هم به رادیوی آزادی گفتند بنابر فرضیه پیشکی سرباز هدیت الله علیزاده خودکشی کرده است. حادثه شدگی نه سبب شه یا مقامات پروکراتور معین میکنه. ما در نتیجه خودکشی گفته دادیم که در نتیجه خودکشی هم خیلی حادثه شد. وزارت مدافعه و کمیسریات حربی مسئولین وزارت مدافعه برای همون بردن رسانیدن خود همون جسد بردن رساندن خوراکا و بعضی برای معرکه و چشم گذراندن کمکاشون کردن. سازمان دفتری آزادی‌های شهروندی که از حقوق سربازان و نزدیکان آنها حمایت می‌کند در پی مراجعت مادری هدیت الله علیزاده از دادستان حربی گارنیزون دوشنبه خواسته است از نتیجه سنجش حادثه مرگ این سرباز معلومات پیشنهاد کند. درخواست به پروکراتور حربی گارنیزون دوشنبه پیشنهاد نمودیم برای نتیجه سنجش حالت فقطی سرباز تقایف هدایت الله را به ما پیشنهاد کردند. در چند ماه سال روان به دفتر آزادی‌های شهروندی مثل مادری هدیت الله والدان 4 سرباز دیگر مراجعت کردند که 3 نفر آنها هنگام خدمت فوتیدند. حقوقشناسان میگویند یکی از عهده‌داری‌های اصلی شخصان مسئول در قسم‌های حربی تامین کفالت حیات و سلامتی سربازان است. البته ما نیز در برابر مادری هدیت الله منتظر پاسخ دادستانی خواهیم ماند. دعوت تیرمایی جوانان به ارتش نیز از مد نظر رادیو آزادی دور نمیماند.
دوستانی ولایت خطلون وزیر روانی جوانی 21 ساله متهم در حمله به 2 سرباز روس را تحقیق میکند. مقامات میگویند نفر گمانبر اهل‌دین عبداللهیف ساکن نویه وخش میباشد. به گفته سخنگوی وزارت کارهای داخلی حمله با کرد به سربازان پایگاه 201 زمان رخ داده است که آنها پای کارهای شخصی بودند. 2 نظامی مجروح را در دوشنبه بستری کردند و وضع آنها معتدل است. معلوم نیست که این جوان در چه وضعیتی به سربازان حمله کرده است. گفته می شود گمانبر در روی خط بیماران روحی ولایت بوده است. مسئولان سفارت روسیه در تاجیکستان تحقیق حادثه را جداً پیگیری دارند. منصبداران ولایت جنوبی هلمند افغانستان میگویند بر اثر حمله سربازان افغان در این استان 35 ملکی کشته و 13 نفر دیگر مجروح شدند. حادثه شام 22 سپتامبر اثنای عملیات بر ضد یک تمرینگاه طالبان به وقوع پیوسته است. منصبداران می‌افزایند در این تمرینگاه طالبان بمبگذاری مرگ طلب آماده می‌کردند، ولی هنگام عملیات بنای دیگری که در آن توی برگزار می‌شد مورد آتش قرار گرفت. عطاالله افغان عضو شورای ولایت هلمند به خبرنگاران گفت حادثه در ناحیه موسی-قلعه به وقوع پیوسته است. نظامیان آمریکا میگویند در نتیجه حمله 22 طالب جنگجوی هلاک شدند. سخنگوی والی هلمند عمر زوا گفت که در عملیات 14 جنگجوی و جمله 6 سلاح به دست خارجی به قتل رسیدند. این مقامدار افغان میگوید تفتیش کشتار افراد ملکی آغاز یافته است. هفته گذشته در شرق افغانستان در نتیجه حمله هوایی سربازان آمریکایی بالای پناهگاه اصلاح به دستان گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی 30 کشاورز به قتل رسیده بودند. پیران قبیله ها میگویند روز چهارشنبه 18 سپتامبر هنگام تنفس کشاورزان در کشزار هواپیمای بدون سرنشین بالای آنها آتش گشود. منصبداران آمریکایی تصدیق کردند که چنین حمله جای داشت، ولی درباره قربانی ها تفصیلات ندادند. رو میاریم به موضوعهای دیگر. بعد از 1.5 سال خودکشی ساکن نویه حصار که با 2 فرزند خود را به دریا انداخته بود، دادگاه شوهر او را در این فاجعه گناهکار دانست. مقامات کار با زنان و عائله آن زمان گفته بودند که احتمالاً مناقشه و دعوا در خانه شوهر می توانست سبب دلماندگی مادر جوان از زندگیش شود. هرچند خوشتامن سیرام خول و 23 ساله می گفت که او با شوهرش زندگی آرام داشتند و آنها نمیدانند که چرا قصد جان و فرزندان نابالغش نمود. تحقیقات اخیر سازمان بین‌المللی هیومن رایتس واچ میگوید در خانواده هایی که خشونت وجود دارد همه اعضای عائله با خبر هستند، ولی بسیار وقت به زنها گفته می شود که مشکلات را تحمل کنند. سروین زیروهولو میگوید حالا با قرار دادگاه شوهر سیرام چند سال خود را پشت پنجره میگذراند. دادگاه شهری حصار فتح‌الله شریپов شوهر سیرام خولова ساکن 23 ساله دهه سنبولای این شهر را به 5 سال زندان محکوم کرد. شریپов با جرمی رسانیدن به خودکشی بر اساس ماده 109 کودکس جنایی ایبدار می شود و بر اساس قرار دادگاه او 5 سال زندان را در محبس نظامش پرزور پشت سر خواهد کرد. این زمان نظر خودی شریپov و پیوندان او به این حکم معلوم نیست، ولی پیوندان سیرام خولова میگویند که 5 سال بر عوض جانی دخترشان و 2 کودک او هیچ است. این زن بهار سال گذشته خود را با 2 کودکش به دریا پرتافته بود. جسد سیرام خولова 23 ساله را پیوندانش و ساکنان روز 14 می سال گذشته از ساحل‌های کافرنیهان در حدود دهه حلقرود پیدا کردند. جسد پسر 4 ساله این زن صحبت الله یک روز بعد از آن روز 15 می از دهه حاجی گرداب پیدا شد. جسد نعمت الله 2 ساله بعد چند ماه پیدا شد. در حکم دادگاه که سامانه رسمی دادستانی کل تاجیکستان نشر کرده است، گفته می شود فتح‌الله شریپov دیده و دانسته که همسرش از جهت مادی و مناسبت عائلوی در تابعیتش می باشد، نسبت همسر و فرزندان خردسالش معامله سنگدلانه نموده، آنها را با خوراک و لباس تامین نکرده، منتظم شأن و اعتبارشان را پس زده فشار و زورآوری نموده است. در نتیجه سیرام خولова به این مناسبت‌های سنگدلانه شوهرش تاب نآورده، 7 می سال 2018 تخمینا ساعت‌های 5:30 دقیقه صبح خود را همراه فرزندانش به دریای کافرنیهان پرتافته خودکشی کرده است. در کودکس جنایی تاجیکستان ماده رسانیدن تا خودکشی وجود دارد که مجازات افراد متهم در مرگ انسان را پیش بینی می‌کند. محض از روی این پرونده سال 2017 ظفر پیروف در شهر کولاب به 7 سال زندان محکوم شد. دادگاه گفت که شوهر جوان سببگار دست به خودکشی زدن عروس 40 روزش رجبی خورشید شده است که به باکیرگی او شبهه داشته است.
таҳқиқоти ахири созмони байналмилалии дидбони ҳуқуқи башар Human Rights Watch мегӯяд ки дар хонаводаҳое ки хушунат вуҷуд дорад ҳама аъзои оила дар бораи мушкилоти занону кӯдаконашон хабар доранд, вале бисёр вақт ба занҳо гуфта мешавад ки мушкилотро таҳаммул кунанду ба хонаи шавҳар ки он ҷо азият мешаванд баргарданд ва хушунат босам идома меёбад. пажӯҳишгарони ин созмон мегӯянд ки ҳеҷ мушкиле дар хонаи духтарашон ҷой надорад, аммо аксаран вақте ки фоҷиа рух медиҳад ё занон дар хонаводаи шавҳар даст ба худкушӣ мезананд, он замон иқрор мекунанд ки духтари онҳо дар хонаи шавҳар мавриди хушунату зӯроварӣ қарор дошт. Сарвинози Рӯҳулло, Шодмони Ятим, Озодӣ, Душанбе. шумо барномаи хабарии радиои Озодиро тамошо доред. зиндагӣ дар шаҳр роҳи халосӣ аз тангдастӣ нест. хонаводаҳои зиёде дар Тоҷикистон бо умеди он ки вазъи зиндагиашонро беҳбуд бахшанд, роҳ сӯи шаҳрҳо пеш мегиранд. Аммо бунёди атфоли Созмони Милали Муттаҳид дар як гузориши худ мегӯяд, дар шаҳрҳо нобаробарӣ байни синфи дорову нодор ба ҳаддест ки шароити кӯдаконро ҳатто аз деҳа бадтар мекунад. ва ҳамон гуна ки аз суҳбати қаҳрамони гузориши Сарвинози Рӯҳулло ва Шаҳлои Абдулло бармеояд, зиндагӣ дар шаҳр баъзан сахттар аз рӯсто аст. вақте модар ояндаи Фирӯзро дар деҳа надид, рӯ ба шаҳр овард. Фирӯз мебоист илм омӯзад ва соҳиби касб бешавад. аз рақобатҳо ва нобаробариҳое ки зиндагии шаҳр дошт чизе намедонист. چه بودیم کام خیلی شرکت برمادیم دیرکتور نداد حتی شرایط نباشن دیگه نمیشه. میگوید با گذشت 8 سال در پایتخت هنوز هم به این محیط عادت نکرده است و در برابر نوعدالتی‌های اجتماعی تاب نآورد. بعد صنف 9 به مکتب نرفت و کار در بازار را انتخاب کرد. اگرچه ساکنان شهرنشین به خدمات اجتماعی دسترسی بیشتر دارند، نوبرابری در شهرها بدتر از دهات است. همساله هزاران ساکن دهات برای روزی بهتر به دوشنبه کوچ می‌بندند. کارشناسان میگویند این هجرت بعضا نتیجه منفی می‌دهد. در همین جای زیست یعنی جای زیستی نو و یا خواهند نخواهند باید مطابق شوند و برای آنها ارزش‌های اجتماعی که در این یا آن محیط نو برای ویا ناشناسند، از یک طرف آنها به ویا فشار اجتماعی می‌بیارند، از طرف دیگر آمادگی جدی ندیدن، این باز هم پراتیس اجتماعی شهری را مشکل می‌گرداند. محلگرایی و خیش و تباربازی و رشوه فساد که مانع اصلی پیشرفت در جامعه است، از سرچشمه‌های ناعدالتی اجتماعی در جامعه گفته می‌شود. بچه باید که جاب لوا میکنه. با آنکه مرادلی دانشجو است و در برابر تحصیل در مردی کار بازار کار میکند، نوعدالتی‌های اجتماعی را برای آینده خود مثل سد چینی میداند. همسالم نخوندن، سوداگرن، صاحب کار، صاحب زن فرزند، برای سر فرمای خودم محتاجم که بیام کار کنم. فیروز که چند سال پیش با امیدی زیاد به پایتخت آمد، برای مادر و خواهر تنهایش میکوشد نان یابد. شهری بزرگ آرزوهایش را کوچک کرده است. мамрони наҷоти Тоҷикистон 4 сайёҳи исроилиро ки дар байни кӯҳҳои вилояти мухтори Бадахшон дармонда буданд наҷот доданд. 4 шаҳрванди Исроил рӯзи 17 сентябри имсол бонги хатар заданд ки роҳро гум карданд. Кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон имрӯз гуфтанд амалиёти наҷоти сайёҳони исроилӣ хеле сахт буд, чун дар баландии 4700 метр аз сатҳи бар қарор доштанд. боло рафтан ва расидан ба ин баландӣ на бо мошин имкон дошт, на бо чархбол. аз ин рӯ наҷотдиҳанда از اسب‌ها استفاده کردند، از تکنیک‌های مخصوص و تجهیزات ویژه کار گرفتند. خبر داده است منبع. در کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفتند سیاحان از 23 تا 26 سال داشته، حالا 2 نفر آنها در شهر خاروغ و 2 نفر دیگر در دوشنبه هستند. بینندگان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. برای همراهیتان سپاسگزاریم. تا 24 ساعت دیگر که نشر نوی برنامه تقدیم می شود، از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش‌ها و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب همانا دسترس خواهد بود. صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شما هست. تماشای نوید بامدادی را صبح فردا فراموش نکنید. تا فردا، خدا نگهدار.